سلام دوستای عزیزی، ویدیو رو نگاه کنین، خیلی جالبه. این مرد پولدار از این طریق میخواد انسانها رو محک بزنه، امتحان کنه تا به یک آدم خوب کمک کنه. به این بچه که شیشه ماشینش پاک میکنه $100 میده. این میگه خورده ندارم برم دو مغازه خورد کنم بقیه چه دید پس بیارم. ببینین تا نگاه میکنه پول اصلی سریع پا میذاره به فرار، خداحافظ میره. این مرد میدونه که خیلی از افراد با اینقدر پول ذات خودشون رو نشان میدن و فرار میکنن. ببینید نفر دوم را $100 میده، میگه که برو بقیهش حتما پس بیاری. یا این مرد تا یک کمی که دور میشه ببینید چجوری غیب میشه. اینجا واقعا انسان‌های ناچیز خودشان با اندکترین چیزها نشان میدن ذات خودشان که واقعا سر سفره پدر مادر بزرگ شدن، لقمه حلال و حرام حالشان میشه یا نه. ببینید این میاد اینجا هیچ کس نیست. حالا نوبت به این مرد دیگه میرسه. این رو نگاه کنید، واقعا یک انسان درستکاری معلوم میشه. $100 رو به این میده، شیشه ماشین چه پاک کرده. این نگاه میکنه طرف $100 توی کشور خیلی ارزش داره و این میگه من اینقدر پول رو هیچ وقت ندارم خورده بقیه‌اش رو پس بدم. این مرد میگه که خب این $100 رو بگیر ببر جای دیگه خوردش کن. این مغزش هنگ کرده، تو جیبش هرچی نگاه میکنه بهش $100 که گرفته هیچ چیز دیگه این نداره. $100 رو بهش پس میده. میگه من نمیتونم همچین پولی رو قبول کنم، اصلا پول نمیخوام. میگه برو شیشه ماشین تو پاک کنیم برو. میگه این پول رو محکم بگیر، دست هر کس نده که این پول رو بگیرن دیگه پشت سرشون هم نگاه نمیکنن، فرار میکنن. این مرد رو ببینید ظاهرش یک آدم ساده ای ولی خیلی آدم خوشقلب معلوم میشه که واقعا مرد یک کمک خیلی بزرگی در حقی میکنه. ببینید اینجا میاد با یه صحبت میکنه، درد دل میکنه که زندگی چطوری هست و یه حرفا. یه مرد میگه خانه ما او خوش مشتایه و هر روز مجبور به خاطر مخارج بیام اینجا کار کنه. اینجا این مرد $100 رو بهش میده، میگه ماشین مرا پاک کردی، این $100 رو بهت میدم ولی اون ماشین قرمز پشت سر را هم تو باید تمیزش کنی. همین $100. این مرد شوکه شده که $100 چی پول زیادی بابت تمیز کردن دو تا ماشین، اون هم شیشه‌هاش خیلی پوله. میگه اون ماشین پشت سر هم باید تمیز کنی. این تیکه از فیلم رو نگاه کنید دوستا، خیلی جالبه. این میره اینجا که این ماشین رو تمیز کنه، نزدیک این ماشین میشه، بازم میگه خب $100 خیلی پولیه به خاطر تمیز کردن این دو تا ماشین. که این ماشین شروع میکنه به تمیزکاری. این مرد میگه که خوب تمیزش کن که شاید این ماشین خودت باشه. یعنی میگه که $100 که گرفتیم یک عمر خرجی ما رو بس. حالا اینجا سیویچ ماشین میدن بهش، ببینید میگن این ماشین مال خودت، به خاطر که اینقدر انسان خوشقلبی بودی و فرار نکردی این پاداشت. مرد میزنه زیر گریه، اصلا باورش نمیشه واقعا اینجوری زندگیش از زیر غرور میشه. دوستای عزیز هستن هنوزم آدمای خوبی که واقعا سر سفره پدر مادر کلان شدن و لقمه حلال و حرام حالیشون میشه. ببینید اینجا خدا چی پاداشی میده به این کارش و این ماشین رو بهش میدن نوش جانش برای حالش ببره.